میکس اسنک تند آتشین یه محصول جدید از چیتوس که قیمتش 60,000 تومنه که این میکس یه ترکیبی از کراکر و پاچین تند آتشین و بادوم زمینی روکشدار هالوپینو. وزن این محصول 260 گرمه، کالریش توی 30 گرم 134. همینطوری که روی بستش نوشته این محصول ترکیبی از کراکر که 2 مدل کراکر توشه، پاچین تند آتشین که بازم 2 مدل پاچین داره و بادوم زمینی با روکش هالوپینو. بخوام طعمش رو براتون توصیف کنم، یه سری اسنکن که به شدت تندن و این تندیشون یه جوریه که وقتی که میخورین اول شروع میکنه با زبونتون یه کمی بازی کردن و قلقلکش دادن، وقتی میخورین هی به این تندی اضافه میشه. مثلا وقتی چند تاشو پشت سر هم میخورین دیگه از یه تایم بعد زبونتون رو دیگه حس نمیکنین. یعنی به جرئت میتونم بهتون بگم یکی از جذاب‌ترین اسنک‌های ایرانی بود که تا الان تست کرده بودم. واقعا فکرش نمی‌کردم که انقدر تند و انقدر خوشمزه باشه. واقعا هم خیلی خوشمزه، هم خیلی تنده، هم خیلی خفنه.